همکاری نیروهای امنیتی هرات در خدمت رسانی به مهاجرین بازگشته از مرز اسلام قلعه. در پی افزایش ورود مهاجرین به کشور، نیروهای امنیتی امارت اسلامی در هرات نیز همچون سایر نهادهای دولتی و مردم برای کمک و رسیدگی به این قشر آسیب پذیر آستین همت بالا زدند. این نیروها با حضور فعال در مرز اسلام قلعه ضمن تامین نظم و امنیت در انتقال مهاجرین به شهر هرات و کمک اولیه به آنها نقش بسزایی داشتند. به گفته مقام‌های محلی، نیروهای امنیتی نه تنها مسئولیت تامین امنیت را به دوش دارند، بلکه در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط روند توزیع کمک‌های بشردوستانه از جمله سرپناه‌های موقت، بسته‌های غذایی و خدمات صحی ابتدایی را نیز آغاز کرده‌اند. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر هزاران مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌اند. تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت این مهاجرین همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی با همکاری ادارات محلی متعهد به ادامه این روند تا تثبیت کامل اوضاع هستند.